آقا سلام، اومدیم با ویدیوی طولانی جدیدمون. نیوز فوتبال هستش، ولی این بار موضوعمون فرق میکنه. اومدیم یکی از ویدیوهای مستر بیز رو دوبله کردیم و برای شما آوردیم که نمایش بدیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد و بریم سراغ ویدیو. این یک عبارت 100 میلیون دلاری و احتمالاً مجلل ترین خونه که توسط دست بشر ساخته شده و ما قرار زندگی تو این خونه رو با زندگی تو این خونه هنری 69 میلیون دلاری که برای مقاومت در برابر سونامی واقعی ساخته شده مقایسه کنیم و همچنین یک کاخ 30 میلیون دلاری با پارک آبی اختصاصی و همینطوری میریم پایین مثل اینا تا میرسیم به این خونه $1 که به سختی قابل استفاده است. در واقع میشه گفت که یک آلونکه. خیلی مزخرف. خب قیمتش چرا $1؟ چرا واقعا این خونه $1؟ خب احتمالاً با یه طوفان دیگه میره زیر آب. آها. پس $1 میارزه که از شرش خلاص پس بشه. داری میگی که این برای من یه سرمایه گذاری افتضاح خواهد بود؟ آره البته. بیا انجامش بدیم. فکر نمی‌کنم زیاد بیا احتمال اینکه بیافتیم واقعا چقدره؟ خیلی زیاد. وای پسر اینا دارن میلرزن اینش اون صندلیه رو ما نگاه. یه صندلی تشک و نصف کف اتاق اینجا داریم. واقعا میتونم از داخل خونه یه ماهی بگیرم. با یکی گرفتم. البته وای. سر کاری بود. حالا که میبینی داره حال میده پشیمون نیستی؟ نه نیستم. اگه $2 بهت بدم که پسش بگیری چی ها؟ نه. خیلی خوب تلاشمو یه کردم. پیشنهادی دارم. چطوره که از این خونه بریم؟ جلوتر توی این ویدیو یه خونه داریم که 100 میلیون برابر این خونه قیمت داره و چون دیگه اصلا قصد ندارم توی این کلبه بی ارزش پا بذارم، بیاید بریم سراغ چیز بهتر. خب حالا ما جلوی یه خونه $1 میلیون هستیم که یعنی باید یه میلیونر باشی تا این خونه رو بخری. بریم زندگی یه میلیونر نشونتون بدم. اولین برداشت من اینه که خیلی از خونه من بزرگتره. وقتی $1 میلیون پول بدی آشپزخونه خوش اندازه‌ای گیرت میاد همراه با 4 تا اتاق خواب که عادی به نظر میرسن، اما ادامه داره چون این اتاق کمد داره که به همون میرسه که از خونه $1 بزرگتره. جالبه. این وان واقعا قول پیکره. من 2 متر قدم و راحت اینجا جا شدم. بی‌نظیر. اینم بگم همه اعضای خانواده دستشویی‌های مخصوص خودشون دارن. خدای من بهترین جای خونه همین طبقه پایینشه. برگام سالن سینما داره اینجا. سر این صندلی ماساژ. وایسا چی؟ هر کدومشون 2 تا کنترل. 2 تا کنترل. علاوه بر سالن سینما شهر بازی هم داره. با $1 میلیون انتظار همچین ویژگی رو واقعا این نداشتم. خونه فوق‌العاده است. دوستم خیلی بیشتر میشدن اگه همچین خونه‌ای داشتم. و آخرش خب استخره که با این آبشار غیر ضروری کامل میشه. به طور کلی میگم که زندگی تو این خونه خیلی باحاله، اما البته ما همه اینجاییم که گرونترین گرونها رو ببینیم و برای همین گزینه بعدیمون این 15 میلیونی رو خونه 15 میلیونی. وایس ببینم خدای من پسر من مال اینجا نیستم. این شبیه خونه هایی که تو GTA میگیریم. وای خدای من. اون منظره محشره. استخر خیلی کوچیکتر از خونه $1 میلیون اما به معنای واقعی کلمه میتونی کل LA رو ببینی. کمک. هی کمک کنید. بس دیگه برید داخل. دوستای جدید لازم دارم. بیاید برید خونه رو ببینید. به نظرتون صاحب این خونه شغلش چیه ها؟ بهم بگین. تو کار NFT. خب نه اون وکیله. این یارو توی 2017 وکیل برتر و توی 2021 وکیل شماره 1 شده. ظاهرا همین برای گرفتن این خونه کفایت میکرده. انگار برام یه یادداشت گذاشتن. مستر بیست عزیز ممنون که از خونم دیدن میکنید. بهترین هدیه رو بهم دادید. تا ابد کارت برنده پیش بچه‌هام دارم. همچنین لطفا هیچ کدوم از ساندویچ‌ها رو نخورید. اونا خیلی برای خودم و خانواده‌ام مقدسن و نسل به نسل منتقل شده. حله. پایین یا بالا؟ پایین. میریم پایین. بسیار خوب. حالا داره جالب‌ترم میشه. طبقه پایین این عمارت سالن اختصاصی سینما و باشگاه شخصی داره. اینترنت میل برای استفاده رمز میخواد. 6969. 69. اتاق مهمونم اینجاست. بخش سرگرمی و یه کافه که صابخونه کلی غذای رایگان برامون گذاشته. بچه‌ها قبل از اینکه چیزی بخورید اگه اینو گذاشته باشه تا بتونه برای خوردنش ازمون شکایت کنه چی؟ خب خیلی دیره. کار خوردشون. و یه منظره زیرزمینی باور نکردنی از استخر. همینه. راست میگی. نولان میخواد برای ویدیو توی پس زمینه شنا کنه. فکر نمیکنه فهمیده باشیم که فیلم برداری تموم شده. آره یه بار دیگه انجامش بده. و حالا یه خواب مستر با یه منظره عالی دیگه. کار بیا اینجا. خطا زدی. یکی دیگه. دوباره خطا واسا نولان بگیرش. نولان خوب بمون میخوام بزنم پسر. اینقدر کوسم حرف نکنین. اگه از لبه بیفته ممکن ازم شکایت کنه و برای اینکه با برگه های دادگاه روبرو نشیم تصمیم گرفتیم کل کشور رو پرواز کنیم تا ماساچوست برای خونه $30 میلیون. خیلی
میلیون دلار این ملک فوق‌العاده 16 خوابه است و 4 تا ساختمان مختلف داره. توی خونه اصلی چندین اتاق نشیمن وجود داره، اما این یکی بهترین اتاق نشیمن این ملکه. اینجا واقعا بزرگه. این دفتر دیگه چی؟ بیزی شکل. انتظار داشتین چه کتابی علاوه بر راه ثروتمند شدن نوشته بنجامین فرانکلین اینجا باشه ها؟ داداشمون هم لامپ ساختم کتاب. ادیسون لامپو اختراع کرده، بن خب فرانکلین بن نبوده. فرانکلین چیکار کرد؟ من این کتابو میخونم. بعد از اتاق نشیمن توی دفتر آشپزخونه بزرگی بود که اونجا صابخونه برامون هدیه گذاشته بود. صاحب این مکان با ساخت شمع پولدار شده، برای همین برامون شمع‌های مثل 20 ساخته. اون بوی ساحل میده. آره، چطور سال گذاشتن توی شمع. و اما بریم بالای ساختمون اصلی ملک. چندلر اینجا رو میتونی کشف روی کرد. سطح گلف بازی کنی. اون حتی نزدیک به باحال‌ترین قسمت این خونه نیست، چون همین بغل یک گاراژ پر از ماشین‌های عجیب و غریبه. این شبیه گاراژ بازی هاست. واقعا جالبه. لامبورگینی روی لامبورگینی. مثل آب نبات فروشی میمونه، از همه رنگ. بهترین بخشش اینه که این فقط یکی از 2 تا گاراژ ماشینه. دنبالم بیایید. بازم هست؟ مثل اینجا ماشیناش از اون ور بیشتره. خدای من. خب حالا فهمیدم اگه یه ماشین بدزدی متوجه نمیشه. اصلا چطوری این ماشینا رو میخرن؟ 3 تاشم واسه من بذارید کنار. خریدار این همه ماشین کار تمام وقت میخواد. خب یه در سری انگار این گوشه راپله است. بریم ببینیم کجا میره. پسری مثل کمد ماشینا چراغ حساب کنن. 20 تا ماشین این پایین اما چراغ نداره. خدای امکان نداره. نه. برای همین کلید چراغ برق نداشت. من مونده بودم کی میتونه 30 تا ماشین توی زیر زمین جا بده ولی برق نداشته باشه. خب اشتباه برداشت نکنید. تمام اتاقای این خونه تا اینجا فوق العاده بودن، اما اگه من صاحبش بودم فکر نمی‌کنم هیچ وقت این ساختمون رو ترک می‌کردم. این شگفت انگیزه. درسته؟ به دلیل عجیبی هر کی که اینجا رو ساخته فکر کرده ایده خیلی خوبیه که زمین تنیس سرپوشیده نصب کنه. فقط میخوام یادآوری کنم که داریم داخل خونه تنیس بازی می‌کنیم. همچنین هیچ ایده‌ای ندارم تنیس چطوریه. خیلی خوب اعضای گروه، من هیچ ایده‌ای ندارم. لطفاً دنبالم بیاید. خدای من 2 طبقه شهر بازیه. شهر بازی داخل این خونه در واقع 20 برابر از خونه 1 میلیونی بزرگتره. اما خب فقط این نیست، اینجا واقعا همه چی داره. خیلی خوب، از اینجا جمع نمیخوام. داریم داخل خونه توی زمین بسکتبال پینگ پونگ بازی میکنیم. با اولین ضربه پسر. خب تمام ویژگی‌های خونه 30 میلیونی واقعا باحال بودن، اما این اتاق چیزیه که اینجا رو کاملا خاص نگه می‌داره. میریم طبقه بالا برای بهترین بخش از این ملک. چیزی که واقعا دلتون میخواد ببینید درست همینجاست. اینجا رو نگاه کنید. پارک آبی سرپوشیده. وای، اینجا شبیه دنیای کاملا جدیده. ببین اینجا چقدر خفنه. برید خوش بگذرونید، اما چیزی رو نشکنید. اطاعت میشه. شبیه جنگل. قرار همه با هم دیگه یه خورده سر بخوریم. میخوایم از پارک آبی لذت ببریم. توی خونه بعدی میبینمتون. تنها خبر بد اینه که دوباره باید کل کشور رو بچرخیم. خبر خوب اینه که یک ابر امارت 45 میلیون دلاری پیدا کردی. 45 میلیون خدای دلار. من. این دلباسترین خونه‌ایه که زیاده. تا دیدم بچه. آی، من نمیدونم این چیز با شکوه چیه، اما به هر حال زیباست. همونطور که احتمالاً متوجه شدین این خونه ها دارن خیلی گرونتر میشن. اصلا دیگه نمیدونم چطور باید توصیفشون بکنم. راستش زبونم قاصره. این احتمالاً زیباترین چیزی که تا حالا دیدم. برای همین از مولتی میلیاردر مارک کیوبن خواستم کمکمون بکنه. بله. حالا چطوره؟ خوبی؟ اوضاع چطوره مرد کوچولو؟ اینم بگم مارک صاحب افتخاری تیم بسکتبال دالاس مونیکسه و این خونه زمین اختصاصی بسکتبال داره چون مورد علاقه‌شه. حواسمون پرت شد. بعد بگم جیمی موفق ای نمیشه. بابا زایه. بعد از کار بدازش. آفرین. پرتاب نداشتی. میزنیمش. برو یواش. آره خودشه. یک بازی رو تموم میکنه. بزنش. برنده بازیونه. آره همینه. آره. حالا میخوایم بریم باقی خونه رو به مارک نشون بدیم. حالا هممون خیس عرق شدیم. بریم بفهمیم که به نظرش اینجا ارزش 45 میلیون دلار داره یا نه. اگه براتون سوال شده استخدام البته انگار من رفتم. قیمت این خونه رو چقدر گفتم؟ 45 میلیون. ارزشش رو نداره؟ چون برنت ووده. احتمالا نصف اون میارزه. یعنی میگه الان اون چوب برنج نه اسم محلشه. من فکر کردم تو در مورد چوب خونه حرف میزنه. خنده داره. این دستشویی واقعا خوبه. توی دستشوییت مبل داری؟ آره واقعا؟ آره دیگه. خیلی خوب. باید نظر مارک رو بدونیم. قانون شماره 1 اینه که باید جات گرم باشه. همین؟ اون حسی که وقتی میشینی سرد نباشه. موافقم. لازم نیست میلیاردی پول در بیارید تو خوشحال باشید. فقط باید بتونید پول ویدیو صندلی گرم کن داشته باشید. اونم تو توالت. تو بیشتر وقتمو اونجا میگذرونم. خیلی خوب. حتی با این که مطمئنم مارک دوست داره زمان بیشتری رو روی توالت ها اینجا بگذرونه، وقتمون رسما داره تموم میشه. پس شما رو بعدی میبینم.
اما بعدی خونه رو داریم که قیمتش خیلی اتفاقی عدد مورد علاقه منه و حالا توی امارات 69 میلیونی هستیم. انگار صاحبش آدم شروره، واقعا شرورانه. در واقع اسم خونه تو چطوری میرانده؟ خیلی بزرگتر از مال منه. بزرگتر از مال منم هست. دلیلی که این خونه عجیب توی بازار ارزش 69 میلیونی داره اینه که با مجسمه ها و آثار هنری گرانبها از سرتاسر دنیا پر شده. بیار بالا که هر کدوم از این آثار هنری ارزش دارن و ما میخوایم سعی کنیم حدس بزنیم. فکر میکنید این چقدر میارزه؟ به نظرم 100,000 تا. نظر تو چیه من میران؟ میگم 80 تا. اون یکی از اینا تو خونه‌اش داره. آره یکی از اینا داره. فقط شما قیمت واقعی رو میدونید. راستش این یکی قراره باحال باشه. من میخوام بگم $1,000,000 چون درست پایین ورودی پلا قرار داره. 450,000 دلار. بله خیلی دقیقه. کاملا خیلی دقیق. دقیق. خونه $30 میلیون، پارک آبی و همینطور 100 تا ماشین داشت. اما اینجا فقط اثر هنری داره. مجسمه بزرگ قرمز. اما این اتاق اینجا ما بهشون 30 بار قول دادیم که به وسیله داخلش دست نزنیم. هم به بیاید یکی بریم. دست خیلی خوب، نمیزن. باش. این دیگه چیه؟ این یکی از سیستم های صوتی کاملا آنالوگ خونگیه که توسط سازنده واکمن ساخته شده که یکی از اولین دستگاهی بوده که بهتون اجازه میداد موقع راه رفتن آهنگ گوش کنید. واقعا وسیله جالبیه که داشته باشی، مخصوصا از کسایی که واکمن رو فکر نمی‌کنم ساختن. اون رو کمربندت جاشه. بیاید بریم بالا. خیلی هیجان زدم. دلیل دیگه ای که این خونه اینقدر عجیب ساخته شده برای مثال داشتن یه پل هواییه برای جابجا شدن که به این دلیل با دقت ساخته شده تا بتونه در برابر نیروی سونامی سونامی واقعی دووم بیاره. باید اعتراف کنیم که واقعا باحاله. میتونید سونامی رو قبل از برخورد با خونه ببینید و جلوشو بگیرید. چیزی که منظره رو کامل میکنه حیات همسایه‌شونه. میتونید کلشو ببینید. اگه اینجا مردی زندگی کنه که مخفیانه عاشق آدمی توی خونه بغلی باشه. آره اون نامزد سابقشه. کنم رومئو و جولیت. و بعد از بررسی دو تا اتاق آخر یه سورپرایز اون بیرون در انتظارمون بود. اونجا رو نگاه کنید. اون دیگه چیه؟ دیوونه اصلا متوجه شدین که هواپیماها دارن اونو میکشن. چطوری این کار کردی؟ به این هواپیماها پول دادم و به حدود 1000 تا بیلبورد توی آمریکا پول دادم تا به همه اطلاع بدن که فیسپل بهترین شکلاتیه که میتونید بخرید. دیگه برنده دیگر رو ول کنید. فیسپل شکلات مدرنه. همچنین چون هالووین نزدیکه توی تمام این فروشگاهایی که اینجا میبینید این کیسه‌های بسته‌های کوچولو رو میفروشن تا بتونید توی هالووین پخش کنید. اگه نمیخواین توی هالووین لنگ بمونید مطمئن شید که برای بچه‌ها فیسپل میگیرید. خوشبختانه آبنباتمون مرغوم به صرف است، اما میدونید چی مرغوم به صرف نیست؟ خونه نهایی یا باید بگم خونه 139 میلیون دلاری احتمالاً مجلل‌ترین ابر امارات روی سیاره است. در واقع این امارات 36,000 متر مربعی چیزایی داره که توی هیچ خونه‌ای ندیدین. 100,000 از کافه های 100 شبانه میلیون جالب دلار. گرفته تا همینطور تیرکس و آسانسور کاملا رباتیک ماشین. اینجا قرار مغزتون رو منفجر بکنه و برای این کار تور خونه رو خواستار کردیم و رفتیم سراغ هنرمند جاستین حالت تیمبرلک. چطوره؟ و این خونه جاستینه و قراره که نه خدای من تا حالا منظری از این بهتر تو زندگیتون دیدین؟ این واقعا فوق‌العاده آره مرد واقعا جلوه ویژش عالیه، به نظرم عالیه. اینطوریه که آره شاید بذاریم جزو دفعه برتر نه؟ میذارمش جزو 5 تا. توصیف کردن بزرگی این عمارت واقعا سخته. 12 اتاق خواب و همینطور 17 دستشویی توی 3 طبقه پخش شده. همشون با یه منظره عالی از کل لس آنجلس. من همیشه خونه رو با آشپزخونه قضاوت میکنم. آشپزخونه مینیمالیست. این که راجع به اینا داری نظر خب میدی چه حسی؟ باید ادامه بدیم. آخر این تور اگه 100 میلیون دلار خرج کنه نظرشو میفهمیم. اگه خوشش بیاد پول آماده داره. پول نقد رفیق. همه چی توی این خونه از گرونترین مواد توی کل سیاره زمین ساخته شده. برای مثال دیوارای این اتاق به طور کامل از سنگ مرمر وارداتی از شما باید ایتالیا تخمین است. بزنین که چه مقدار مرمر تو این خونه استفاده شده. منظورم اینه که اون کاملا سفارشیه. معلومه. آره هیچ دیوار معمولی تو این خونه یافت نمیشه. دیوار معمولی؟ واقعا دوست همش دارم. مرمر. بیش از $1 میلیون قیمتشه و به معنای واقعی وزن سقف گرفته چون چندین هزار پوند وزنشه. همینطوری ادامه داره. نگفته بودی 1,000,000 پولشه، داشتم باش بازی میکردم. توی این خونه فقط 6 میلیون لوستر استفاده شده و اتاقهای طبقه پایین حتی بهترم میشن. یه خونه کامل دیگه این پایینه. اگه بیای اینجا اینجا جایی اتاق که یخه. منو زندانی میکنی؟ نه خواهشن نکن. خب اینجا قراره چیکار کنیم؟ فکر کنم ایده‌های اتاقشون تموم شده. احتمالاً 50% وجود داره که اینجا گیر افتاده باشیم چون هیچ دستگیری نداره. نه مشکلی نیست. خنده‌دار میشه که گیر می‌کردیم. یا بچه
اون دایناسور واقعیه؟ حالا که میدونی خونه یه دایناسور داره بیشتر وسوسه شدی بخریش، درسته؟ هنوز تصمیم نگرفتم. آها. واه، اینجا اتاق کموده شده. در حال حاضر هیچ کس مالک این خونه نیست، برای همین اسم افرادی که تو این سیاره میتونن پول خونه رو بدن اینجا قرار دادن. وارن بافت بیش از 80 میلیارد، الیسون 50 میلیارد، بزوس 100 میلیارد دلار. چند شده اسم تو اینجا نیست ها؟ خیلی خوب، بریم اون طرفو ببینیم. نولان داری واسه من قیافه میگیری؟ نه فقط نشستم. واقعا به این خونه میای؟ ممنونم، همین هدف رو داشتم. دقیقاً همین. آره واقعا میگم. نولان قراره بره توی اتاق ادیت و کلیپش کنه. این آسانسور که مال ماشیناست 2.5 میلیون دلاره و یکی از دیوونه کننده ترین ویژگی‌های این خونه است. در واقع شما ماشینی که می‌خواید رو با تبلت انتخاب می‌کنید و اونو مستقیم به گاراژتون میفرسته. میدونم به چی فکر می‌کنید. مشکل اصلیش اینه که فقط 6 تا لامبورگینی اینجا جا میشه. آره. تو 10 تا جای ماشین لازم داری. همچنین این خونه تا اینجا بزرگترین سالن سینمای خونگی که تا حالا تو عمرم دیدم داره. این تقریبا شبیه سینمای واقعی. تا اینجا این بهترین سالن سینماست و صندلی‌های قابل تنظیم دارن. فقط 100 میلیون پول همینه. اینجا رو ببین جیمی. وایسا ببینم دکتر ماساژور داره. حالا اینجا رو داشته باشید. پسر دکمه من مال من خرابه، بیا جا به جا بشیم. زود بش. باشه آره من خیلی خوب، نمی‌دونم. چند دقیقه ماساژ امتحان. خدای من. امکان بیا نداره همش. فقط هم یکی باشه پسر. پسر عالیه. خیلی خوب، بیاید بریم طبقه بالا. اتاق خواب اصلی اینجاست. اونجا هم که دستشویی هست. خب اگه یه وقتی 10 تا مهمون داشتید میتونید اینجا کار بهشون جا من بدید. همینه مرد. نمیتونی با کسی بری اونجا، اساسا خودت یا خودت. اما برای دوش گرفتن میتونی مهموناتو اینجا بفرستی. حالا چه گهرش باشی. ای بودندش. و حالا میرسیم به بهترین بخشش، یعنی استخر. دلیل واقعی که این خونه اینقدر قیمتش اینه. دارم فشارش این میدم. یه صفحه به این نمایشه. صورت. به طرز عجیبی بزرگی. یه صفحه نمایش داره میاد بالا. و خیلی هم حس کنده. دراما میده. آره. جلوه رمانتیک و دراماتیکی داره. خب یه کمی خودنماییه ولی منظره آره خیلی تصور کنید زیباییه. تصویر الهی بود. خیلی باحال بود نه؟ فکر میکنم هست. این مرکز شهره و اون یکی هم مرکز شهره. به عنوان مرجع کال حدوداً 2 متر. آره همچین چیزی تقریبا. تا ببینید تلویزیون چقدر ازش بزرگتره. خیلی خوب جاستین، کل خونه رو شما دیدی. حالا وقتشه بدونی مشخصاً 100 میلیون دلار نقد آماده داری برای این خونه؟ درسته. میخوای خونه رو بخری؟ بهش فکر کن، لباس نولانم روش میدی. لباست هم روشه؟ آره. قبوله. کسی که لباس پاره کردم روش میدین یا نه؟ آخه چرا؟ آقا یه ویدیو عالی بود، پرفکت. اگر از این ویدیو خوشتون اومد تو کامنت ها بگید تا ویدیوهای بیشتری از این موضوع از مستر بیست براتون بذارم و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خداحافظ همه شما.